شما بخیر دوستان عزیز، خوب هستید؟ اینجا الله برکتون تیا قرار داریم در ایرپورت دامدید. باور کنید هر کی جا باشه یکمش که اولش پروردگار به نماز نگرده، حرکت کنید در یاد خدا باشه. بعدا در همین غریبیم فکری حجتاتون کنید، دکومنت کنید. آرام جدیدم نروشنی گستگی روی کردگی بسیار شما پرسی یا که همون پسرینیکو فانش کردن رجیستراسیون در بعض دیدن نموندن، خیلیش پاتین به پاتین گشتن، جای کاری به حجت کار کردگی هیچ نگفتن. هم خیلی خاصه زیادی است، چند کس روی کردن ازبک تاجیک گندز قوم. بخدا بچه‌ها گندز قوم، فقط دعا کنید پروردگار. نمیگم چی بگم، فقط خواهش میکنم به خاطر خدا ما را ببخشید اگر یگان محل، یگان روز در یگان کامنتر یا اسمس وابشت در یگان جو خطا کرده شما را رنجانده باشیم. به خاطر خدا ببخشیم و نیز میبخشیم شما را. به خدا دنیا کی رو گپ خبر نمینه. اینا من ویدیو را چیستا کرده استودم که احتیاط باشه، در هر جا باشه سرجم باشین. نمیدونم ولی یه خیلی میگه ویدیو چی معنی کرد، راست عزیزی من ندونستم که چی بگم. یک کمک که معلومات هست از یک کار فقط خیلی چی نگم، دوگو باشه، سرجم باشه، فکری پدر مادرتون نکنی، هر جا باشه فراموش نکنه که وطنی عزیز داریم، وطنی شکر اولش پروردگار آباد داریم، تنج و امان داریم. و شکرانه همین تنج آبادی کنه و شکرانه کنه که مقصد چونین اولش پروردگار رو سروری دلسوز غمخوار داریم که یعنی تنجی و آبادی دادگی در وطنمون در تاجیکستان عزیز. اینم سرورم امام علی شریف رحمان فر. به خدا شکرانه تنجی کنی، هم قضیقم چند که بگی، هم قضیقم شکرانه آبادی و تنجی کنی، سرجم باشه بچه ها. به خدای پراکندگی به هیچ جا ما را نمیرسونه، فقط سرجم باشه. الله مشکلم آسون کنه. همه تا به خاطر الله دوست میدارم، چی خیتری، چی پستی، چی بلندی، چی دشمنی، چی دشمن کرده، چی حقارت شده، کلی بنده خطا میکنه. همه بنده خطا میکنه. نیاروز همون دشمن کردگی رو میفهمه، خطااتونو بخشش میپرسه. منم ببخشه به خاطر خدا. یه سرجم باشین به خدا. خدا نگهدارتون.